سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. من اومدم تا یک کتاب غیر فنی دیگه که یه مدت مطالعه کردم و با شما اینجا به اشتراک بذارم تا کنار موارد غیر فنی که خب داخل لینکدین ممکنه بیشتر راجبش صحبت بشه، راجب چیزایی که میتونه بهمون در کنار موارد فنی هم کمک بکنه یا یکم صحبت بکنم. کتابی که یه مدت مطالعه کردم و واقعا کتاب جالبی هم بود، کتاب وقتی نیچه گریست هست که کتاب نسبتا معروفیه، اما برخلاف تایتلش که ممکنه فلسفی به نظر بیاد، کتاب روانشناسیه. کتاب راجع به روند درمان روان صحبت میکنه و حالا ممکنه این اخیراً کلمه تراپی این چند سال زیاد استفاده بشه و مثلا اگه یه اتفاق خوبی برامون بیفته با دوستمون صحبت بکنیم یا مسافرت بریم، اصطلاحاً بگیم برامون شبیه تراپی بود. اما اینکه دقیقاً تراپی چیه و چه اتفاقی طی این جلسات بین روان درمانگر و مراجعه کننده داره اتفاق میفته رو این کتاب توضیح میده. و خیلی خلاصه کوتاهی از داستان بخوام بگم، داستان راجع به دو تا دوسته که یه خانومی به اینا اضافه میشه و بعد یه مدت با یکی از این دو تا دوست ارتباطش رو عمیق‌تر میکنه و اون نفر سوم که نیچه هست داخل داستان احساس ناامیدی و خودکشی بهش دست میده و این خانومه به خاطر عذاب وجدانی که بهش دست میده سعی میکنه به این آدم کمک بکنه و این کتاب در بازه‌ای داره اتفاق میفته که ما هنوز روند درمان روانو نداریم و صرفا روند درمان بالینی وجود داره و کتاب هم شکلگیری این جلسات تراپی رو داره توضیح میده و همین که این جلسات داره چجوری به کسی که دچار ناامیدی شده و دیگه نمیخواد ادامه بده کمک میکنه. حالا اگر تراپی برید ممکنه کمکتون بکنه که بهتون بگه که دقیقاً داره داخل این جلسات چه اتفاقی میفته و بهتر بفهمیدش، و اگرم نرفتین تا حالا باز کمک میکنه که یک حسی داشته باشید که چجوری میتونه بهتون کمک بکنه که این جلسات چه چیزی رو بهتون اضافه میکنه. به نظرم کلا کتاب خیلی جالبی بود. خیلی خوشحال میشم اگر با لایک، کامنت یا هر روشی که خودتون فکر میکنید یه فیدبک بدید تا بدونم که خوشتون اومده یا نه. مرسی.